دو شرط مهم دریافت بورسیه چیوینینگ انگلستان: پذیرش غیرمشروط از یک دانشگاه بریتانیایی و 4 مقاله انگلیسی. هموطنان عزیز، دوباره به کانال آمازون پرشین از طریق یوتیوب و تیک تاک خوش آمدید. در این ویدیو قرار دو شرط مهم دریافت بورسیه چیوینینگ انگلستان برای شما عرض کنم که با این دو شرط چانس قبولی شما افزایش پیدا میکنه و بدون از این دو شرط شما چانس قبولی شما بسیار کم می باشه و احتمال رد شدن شما بسیار بالا می باشه. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و این دو شرط برای شما بنده عرض میکنم. قبل از او کانال ما لایک کنیم، کامنت بگذاریم و سابسکرایب کنیم و همچنین اگر میخوایم از تازه ترین اخبار بورسیه ها و ویزاهای پناهندگی با خبر بشیم، عضو کانال تلگرام ما که در این قسمت برای شما گذاشتم، عضو کانال تلگرام ما بشین. با آیدی کانال تلگرام ما هم آمازون پرشین باشه. شما میتوانید از دیسکریپشن همین ویدیو مستقیم به لینک کانال تلگرام ما وصل بشیم و عضو خانواده آمازون پرشین بشین. دوستان عزیز، برای ثبت نام در بورسیه چیوینینگ انگلستان یک سری اسناد نیاز داره و با این اسناد شما خودتون میتوانید ثبت نام کنید. البته دو شرط مهمه که میگم، این دو شرط در اولویت قرار داره بر علاوه اسنادی که شما نیاز داره. مدارک مورد نیاز برای درخواست بورسیه چیوینینگ: ارائه مدارک زیر الزامی است. این مدارک نقش اساسی در ارزیابی صلاحیت شما برای ادامه مراحل انتخاب دارد. مدارک تحصیلی: مثل هر بورسیه دیگری شما نیاز به مدارک تحصیلی دارید که شامل مدرک پایان نامه دانشگاهی یا همون لیسانس میباشه و ریز نمرات رسمی یا همون ترانسکریپت نمرات میباشه. یعنی شما باید لیسانس شما، دیپلم یا همون سند لیسانس شما کامل داشته باشید و همچنین ریز نمرات خود، ترانسکریپت نمرات شما به زبان انگلیسی، هر دو به زبان انگلیسی باشه. این مدارک باید از دانشگاه معتبر صادر شده و در صورت لزوم به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند. دانشگاه معتبر هر دانشگاهی که در افغانستان باشه شامل میشه. دوستان عزیز، توصیه نامه ها خیلی مهمه باشه که شما باید دو توصیه نامه در این بورسیه آپلود بکنید که این دو توصیه نامه از افرادی که توانایی علمی یا حرفه‌ای شما را تایید کنند. نخست. دوم، این توصیه نامه ها باید توسط افرادی نوشته شده باشد که شما را با خوبی میشناسند، مثلا استاد دانشگاه یا مدیر کاری. محتوای توصیه نامه ها باید شامل مواردی مانند توانایی های شما، دلیل انتخاب شما برای بورسیه و پتانسیل شما برای موفقیت باشد. یعنی باید دو توصیه نامه باشه که در اخیر از او ایمیل و مشخصات همون شخص و امضای از او باشه. او میتونه هم بنویسه و پرینت کنه و امضا کنه و دوباره اسکن کنه برای شما بفرسته، یا هم میتونه امضای الکترونیکی خود در پایان توصیه نامه ها اضافه کنه. شرط مهمه که می بورسیه می باشه پذیرش غیر مشروط از یک دانشگاه بریتانیایی می باشه. این به چی معنی؟ یعنی اینکه شما باید از یک دانشگاه‌های بریتانیایی به چندین دانشگاه درخواست بدیم، هر کدام که شما قبول کردن و گفتن که ها ما می فلانی در این بورسیه چیوینینگ همکاری میکنیم و این میتونه در بورسیه ما درس بخونه. بعد از اون شما همین مشخصات همون دانشگاه در لیست خود بورسیه چیوینینگ نام دانشگاه انتخاب میکنیم و در خود پروسه ثبت نام هم مینویسیم که این دانشگاه ما رو پذیرفته، که در ادامه برای شما در این مورد بیشتر معلومات میدم. شما باید پذیرش غیر مشروط از حداقل یکی از دانشگاه‌های بریتانیایی داشته باشید. یعنی یک لیست از دانشگاه‌های یک کدام باید شما رو قبول کنه، حالا هر کدام میتونه باشه. پذیرش غیر مشروط به این معنی است که تمام شرایط مثل ارسال مدارک، تایید نمرات زبان را برآورده کردید و دانشگاه به طور قطعی شما را پذیرفته است. دوستان عزیز، این بورسیه چیوینینگ نیاز به سند زبان تافل و آیلتس نداره. یعنی شما زمانی که به هر دانشگاهی که در انگلیس هست درخواست میدیم، اسناد خود روان میکنیم، میگیم من میخوام که در بورسیه چیوینینگ اپلای کنم و از شما میخوام که شما من بپذیریم در همین بورسیه و از شما یک نامه تاییدی میخوام. بستگی به دانشگاه ها داره. بعضی دانشگاه سند زبان نیاز داره، بعضی دانشگاه ها نداره. یک عالم دانشگاه و هزاران دانشگاه در انگلیس وجود داره. شما نظر به همون لیستی که هسته یک دانشگاه انتخاب میکنیم و میگیم که همین دانشگاه ما رو قبول کرده و سند زبانی هم نخواسته. برای اطمینان از شانس بیشتر میتوانید تا 3 دانشگاه مختلف را برای تحصیل در نظر بگیرید، اما حداقل یک آنها باید پذیرش غیر مشروط ارائه دهد. یعنی در بورسیه چیوینینگ انگلستان باید یک از این 3 دانشگاهی که انتخاب میکنیم یک از شما رو پذیرفته باشه و بگه که بله من با این شخص، کسی که قرار ثبت نام بکنه، همکاری میکنم. مدرک زبان من عرض کردم در بورسیه چیوینینگ نیاز نیست تافل و آیلتس. اگر داشته باشیم شانس شما رو بیشتر میکنه مثل هر بورسیه‌ای که دیگری. مقاله انگلیسی و دومین شرط مهم 4 مقاله انگلیسی می باشه که این 4 مقاله انگلیسی در
4 بخش میباشه. درباره مهارت‌های رهبری، شبکه‌سازی حرفه‌ای، دلیل انتخاب دوره‌های دانشگاهی در بریتانیا و برنامه‌های شغلی پس از تحصیل هستند که این 4 مقاله دوستان عزیز در کانال تلگرام نمونه از روی یک فایل قرار دادم برای شما میتونید از طریق کانال تلگرام آمازون پرشین نمونه 4 مقاله به دست بیارید. فقط میتونید از روی ایده سازی بکنید، باید خود شما نظر و مشخصات خود این 4 مقاله به ارسال کنید. نکته مهم دوستان عزیز، مهلت ارسال مدارک. مهلت ارسال این مدارک در جدول زمانی درخواست چیوینینگ مشخص شده است. عدم ارائه مدارک در زمان تعیین شده منجر به حذف شما از فرآیند خواهد شد. این نکته باید در نظر داشته باشیم. ترجمه رسمی بارگذاری آنلاین هم باید حتما انجام بدیم. و یک نکته دیگه که می‌خواستم دوستان عزیز برای شما بگم، بورسیه چیوینینگ تا 11 جولای 2025 برای شما فرصت داده. یعنی شما میتونید تا 11 جولای 2025 به دانشگاه‌ها درخواست بدین و از اونا برای پذیرش و یا همون پذیرش غیر مشروط درخواست بدیم از این دانشگاه‌ها. و در فرم ثبت نام ما آموزش در یوتیوب ما گذاشتم، اگر می آموزش کامل از می باشه که رو از این کلیک بکنیم. در این قسمت هم گفتم شما که هنوز پذیرش نگرفتیم کلمه نور انتخاب بکنیم و برای شما گفته تا 11 جولای فرصت داریم که باید یکی از این دانشگاهی که انتخاب کنیم پذیرش بگیریم. بعداً به بورسیه ایمیل بدیم و بگیم که ما یکی از اینا رو گرفتیم، یکی از این بورسیه‌ها قبول شدیم و با شما همکاری بیشتری می‌کنند. پیشنهاد ما برای شما چی می باشه دوستان عزیز؟ پیشنهاد من اینه که این بورسیه تا 2 نوامبر همین اپلیکیشن از تا 2 جنوری اپلیکیشن از این باز می باشه. شما تا جنوری فقط به دانشگاه ها درخواست بدیم و ایمیل بدیم و بگیم اسناد خودروان کنیم و دانشگاه ها بگیم که من فلانی فرزند فلانی هستم و من میخوام که به بورسیه چیوینینگ اپلای کنم و این اسناد منه و درخواست پذیرش غیر مشروط از شما دارم. به انگلیسی ایمیل ارسال کنیم. هر دانشگاهی که اسناد شما دید و قبول کرد، بعداً در داخل فرم بیایم در همین قسمت yes انتخاب کنیم و بگیم yes I have a conditional offer. این گزینه رو انتخاب کنیم و نام دانشگاه هم ذخیره کنیم. این چانس شما بالاتر از 80% میکنه در دریافت بورسیه چیوینینگ. آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان میکنم. اگر دوست داریم که پروسر ما با شما همکار باشیم و ما شما ثبت نام بکنیم، لایک برای ما پیام بگذاریم در یوتیوب، در تلگرام ما و در واتساپ ما. شماره واتساپ خودم در پایین همین ویدیو برای شما دوباره می‌نویسم و آیدی تلگرام ما هم که در خدمت شما هستم مصطفی صمیمی 1999. در این قسمت به شماره تلگرام خود برای شما می‌نویسم، شماره واتساپ خود می‌نویسم که همچنین شماره تلگرام ما هم همین میباشه. اول 2055 کد برزیل میزنید، بعدا شماره تماس من 980 380 011 شماره تماس واتساپ و تلگرام میباشه. در تلگرام برای شما زودتر پاسخ میدیم. اگر میخوایم که در فرآیند پناهندگی استرالیا و بورسیه‌های تحصیلی شما رو ثبت نام کنیم و همکاری کنیم، به این شماره واتساپ پیام بدیم، مستقیم با ما وصل میشیم. تا ویدیوی بعد شما رو به الله پاک میسپارم. موفق و پیروز باشین. وقت شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.